بعد دوم سوالم حاضر عید قربان روز جمعه میبیان، در همین وقت گوسفند کشتن ممکن است؟ بعدی نماز میکشیم گوسفند. درست، هیچ گپی ندارد. روزی جمعه هم قصابای ما آخر نماز نمیخواند، لیکن روزی جمعه حتی روزی پنجشنبه بعد افیت گوسفند کشی بس میکنه قصابای کوچه. روزی پنجشنبه همسایشون دیگه. نمیکشن. سببی اساسی چیست؟ سببی اساسی روزی جمعه گوسفند کشتن ممکن نه، خیلی قانون. فقط وقتی اذان دوم، اذان جمعه که گفته میشه، نه فقط گوسفند کشی، تمام نمودی کسب و کارها وای تعلیمی شریعت هست، وای کدام عمل نباشد، دنیا هست، تجارت است، صناعت است، زواد است، فابریکه است، باید 10 دقیقه کار نکند. 10 دقیقه خلاص. یعنی از اذان دوم تا وقتی سلام امامه، سلام علیکم رحمت الله، سلام رحمت الله، تجارت هم ممکنه، کسب و کار هم ممکنه، از جمله گوسفند کشتن هم ممکنه. چوبه وقتی که گوسفند میکشه نماز کی میخوند؟ یعنی این خاص برای گوسفند کشی نه، این حتی برای دهقانای هم دهقانی هم نکنه همون وقت. یعنی ساعتی مثلا در تاجیکستان ساعتی مثلا 1 رسا تا 1:10 همین قدر وقت الله تعالی ترک کنید آموخته است. همین در همین 10 دقیقه 5 دقیقه کار نکنید، به نماز جمعه حاضر شوید. الله تعالی گفت که اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. وقتی که به نماز جمعه ندا کرده میشه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح گفته میشه، بیا به نماز، بیا به نجات از آتش دوزخ گفته می شود، الله تعالی میگه که فاسعوا الى ذکر الله، به ذکر الله تعالی شتاب کنید. و ذروا البیع، خرید و فروش رو ترک کنید. خرید و فروش اصلا حلال است، لیکن بعد از آن دوم حرام میشه. و به خرید و فروش مانند دیگه تمام کارهای دنیوی دینی هم حتی خیلی که ما در مدرسه درس داده ایستادیم نماز جمعه نرویم، نه، برای ما هم درس دینی هم ترک میکنید به نماز جمعه میرید و فرض الهی هست. بنابراین آدمای ما همین نادرست میفهمد و از روزی پنجشنبه بعد پیشین الکی گوسفند کشی معمول میکند دیگه تا روزی شنبه نمیکشد. ما نماز نمیخونیم، عموما نماز نمیخونم، لیکن گوسفند نمیکشه. چوه؟ چون که همین خیلی تعلیم دادگی، گنده گفتگی. یعنی گنده به معنی که اگر همین کارا کنی دنیا آباد نمیشه، پولت کم میشه، برای همین خاطرات نمیکنم. کشتن گرفتم روزی جمعه هم پیش از نماز جمعه کشیدم، معلی جمعه خوانده شده اومده با کشد اجازت است، غیر ایدم به. یعنی روزی جمعه یگان بله سیسی خصوصیت دارد، لیکن گوسفند کشتن منع است یا گاو کشتن منع است، این خیلی قانون نیست در شریعت.